دخی یا دخی مونده گه ها؟ كم جديد بس كم مقطع لا من قبل رمضان مخلص هذا تقدر هم بچه دیگه سر خیلی تا کیره دوست داشته دکتر نگیرم یا بچه مسکا دای تو دو خیلی گریستم یا تبارکه شو بچه تا how many is it 155 155 ده two buy one get one buy one get one چه بای باندی تو انش چه شوا 155 55 two give to باید تو بیت آن چه میشه دو تا خریت همه گیری just a minute listen me come here and زيت كم تقريبا ارخص شيء عندك كم سعر؟ ارخص شيء 8 زيت normal میده 55 buy one get one free یا سپانو 300 سونگی ها 300 یول داد نه 150 ریال داده تا all of these يلا شكرا all of these سویاکسın ya all of these one yeah 6 this box after Jackson this discount خلينا expensive سعر مثلا هذه سعرها هذه سعرها هذه سعرها انا که بانک change money بدكو لورا ما يدك اوكي بانک خصوصا میده بود اونو از نه راه میپسم نه یا اینجا کار میکنن کار یا اون تاگه سنتر بیکنم اینا بخور أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على Salam baraların əziz. Sağlık, salamat başı. İnşallah ki hozir mo azami göster karda. O bir zamzam verin. Yak baradar mo xoş gast. Yak namoza. Do bir zamzam tar kun. Yak baradar gel xoş gast. Yak baklaşka o bir zamzam. Naturalni barı modarım. Ya baradar diga naturalni. Ay çoy zamzam. Barı بچم راست گپ بردار که برای بچم میگم ولی نگفته است من از پیش خودم میبرمش که بچهش بیمار است انشالله که باری دارم امر خدا شفا میامد انشالله مرحمت کلام سلامت باش نه بردارین عزیز برای ما حاضر از این طرف می‌داریم انشالله از این طرف می‌داریم از اون طرف می‌بریم از اون طرف که برآمدیم انشالله که باید چی میشن آبی زمزم میشن برای آبی زمزم رفتن چقدر زخم رو برکور میشن خدا روزشو اگر سپید کنیم دایره کنیم میریم دایره هم نکنیم میریم انشالله انا این حج عمره است ما همچون توریست اومدگیم از همین خاطر و دیگه جا تماشا رفتیم و هر جایی که ما تماشا رفتیم و از طرف فیرما اتوبوس زکس میکنم به پول بسیار جوش به پول از طرف فیرما زکس میکنم ما به هر کجا میریم ما از همین استفاده برده با حج حج میکنیم از همین خاطر بعضی آدم‌ها نمیفهمن از سبب نفهمیدنش چون گپ‌های قبیح بسیار می‌نویسن اگر بفهمن که ما همچون توریست اومدیم و این شهر مکه مدینه توریست اومدیم اما با پلوس این حج کرده استیم نه تنها با برای خودمون تنها خودمون یکم باری که ما اومدیم برای خودمون حج کردیم دویم سوم باره حج ما و دیگر رو بخشیده شد یکی برای پدرش دیگری برای مادرش یکی برای برادرش دیگری برای خویش تبارش همین خیل حج کردن این مردمی که ما رو نمیفهمن اگر گوی مردم به فرهنگ است خطا نمیکنه برای اینه که مردم با فرهنگ این خیلی گپ قبیح نمینویسن ماشاءالله میگه خدا نصیبتون کنه خدا ما رو نصیب کنه گپای زیادتی بسیار نمیزنه اما باز وقتی که میدونه کمیتر میگی خونم همش نیستگه حج رفتین حج چی گپایی نمینویسن از صبح به عقلی شما بودیم به عقلی گپ نمینویسن شخصا ما نیتی ما حج بود حج عمره راه بلد ما را توریستیسکی ویزا گرفت هم تماشا کنیم هم حج کنیم
وقتی که میایین شما 4 روز 5 روز 6 روز هر روز حج میکنین شما بین این نماز و اون نماز وقت دارین که باز به یکون جای دیگه سیر و گشت کنین به همین خاطر حالت ما رحمت کنه گذشتگانشان ایمامت استفاده برده افطوبزای بی پول برگانتور افطوبزای بی پول زکات میکنن ما میریم هر کجا میریم میریم تماشا میکنیم در برابر یک قدر تماشا کردن خیلی ما چی چیزی است که نوار برداری کنیم که تو که شما هم بینید و فکرم هیچ باکی نداره هر برای آدم بیعقل این بمب است بمب گویا که در خونهشون بمب پرسن گویا که همون 24 ساعت و یا در بالای جای نماز هم گویا که 100 بار آمدگی هم حج دیدی هم یک خیلیش توبه کم خدا حج نامش شنیده در تلویزیون دیده استش تمام خیلی خدا نصیب کنه ما فقط دعا میشیم ما در هر یک ویدیو نوارها ما کوشش میکنیم که در حق یک کمبغل یک بیچاره دعا کنیم اینجا جای دعا است خانه خدا که آمده دعا میکنه که دعا مستجاب شود و یک بیچاره که معیوب است کمبغل است قرضدار است در زندان است خواهش میکنن که دعا کنیم از همین سبب ما دعا میکنیم چی گپ نشیده است شکرانه خدا نمازکمون خوندستیم حجمون کردستیم چی میرسه چی نمیرسه با چکو کنیم با همین خاطر برادران عزیز بسم الله الرحمن الرحیم اخلع يا راجل های که با آدمی نمیفهمدگی چی بگو چی نگوی از سلامون نمیفهمم از همین سبب ما با کسی چیزی گفتنی نیستیم تنها گفتنی هم که خداوند بخشنده مهربان این برادران ما رو که نوارهای ما رو گوش میکنن تماشا میکنن و این منزل مقدس و خونه خود دعوتشون بگردون و خونه خود رو نصیبشون بگردون آمین سلام با خدا برادران عزیز دوستان خواهران آقا و پدر مادران این اطراف مکه است گرد مکه است اگر ندیده باشین پس با دقت تماشا کنید انشاءالله که میبینید من با پرگی کوشش میکنم که با شما هم اطرافش رو و هم درونش رو با شما نشان کنم برادران عزیز تماشا کنید اطرافی مسجد الحرام اگر ندیده باشین تماشا کنید این قسم کوشه یا برشک معلوم اینجا همه اینجا پشت یخیله 700 پرولم نیده کدامش تراشک کدامش آن تراشک اطراف شما بینید شده وقتی نماز دیسته برای یک برادر آبی زمزم خواهش کرده برای مادرش ما میتونیم هر گوشه و کنار همین مسجد الحرام زمزم گیریم اما برادر برای مادرش رو میگیرد ما نیت کردیم که انشالله براییم از چوی زمزم انشالله که آب میگیریم میاریم برای مادر این برادر اگر برای خود این برادر میگفت حتی من هم بشکایی که هر روز ما آب میخوریم آب زمزم است از همونجا میدادم برای مادرم گفته است
پس به نهایت خوب میشه. انا برادرها طرف هم تماشا کنید، پایانش هم تماشا کنید. ویدیویی که با شما معقول است، ویدیویی که شما میخواهید که قدم بگذارید، مرحمت تماشا کنید. ما با وعده کلام کامل گفتم میتوانم که هر کدام شما آرزو دارید که در این زمین مقدس یک بار سر خود رو بکنید. سوری زمزم آب زمزم را توجه میتونید رفته آب زمزم بشین. یکی برای ما چاه در کنه، چاه در کنه، چاه زمزم در کنه. باز ما میریم انشالله میکویم چاه زمزم هم میویم. برای ما چاه زمزم در کنه است. آب زمزم در هر کجا هست. اینکه برادرها ما چاه زمزم میکنیم که انشالله بهترین شد. My friend, salam alaikum. Salam alaikum. Zamzam cho. Zamzam show? Yes. Zamzam. No, I see Zamzam. I'm not sleeping. Cho. Go? Yes. Yes. Babu salam alaikum. Yes. Как? Hi. Not here. Not here. برادرها خیلی میگن که این طرف راه نیست، این طرف راه نیست. من میدونم که اصحاب این طرف راه هستن. همین خودشون وقتی نفر میکنن یا کار میکنن حتی خودشون نمیدونن که در ویدیو چی هستن. ما در همین 10 روزه که در همین جای ایستادم، حالا که 8 روزش گذشت، انشاءالله که از بعضی از اینها دا خوبتر نفتر میدونم. انا برادرها میگذاریم با دویم سیم چورم پنجم ماشونا از این طرف هست، از اون طرف با هم که جای برآمدن هست میبریم انشاءالله. انا آب زمزم هم میکنیم میبریم. یک آشونه بیش از بلندترین آشونه از ما برای دیدن خودمون و برای دیدن شما یک بار میداریم که از اینجا داریم با اون طرف راه باشد یا اینکه نه. اگر راه باشد به هر خوب، اگر نه بگشته عبرت نمیبین. ماشاءالله. برای که برای ما اون طرف لازمه، این طرف لازم نیست. ما باید از اون طرف گوشه و کنار مسجد برویم. منده the first floor مطاف، the first floor مطاف. یک کومنتاز میگن همیشه کارچ استرکش همیشه نه. انا انشالله که با نفرانی پیدا شدن که برادر از شما یک احترام و یک خواهش داریم که در حقمون دعا کنید. انشاءالله خدا راضی شود. ما که رفته هستیم با همون نزد خونه خدا و نزد سنگ سیاه رو پاره سنگ سیاه خدا خواهد دعا میکنیم در حقشون انشاءالله. آب زمزم هم البته آب زمزم انشاءالله میریم آب زمزم هم میگیریم. آب زمزم هم در کار است. دیدیم برادرها البته من خیلی یاد گرفتم گشتن همین در نه. راستی گپ من قطعیم امره داشتم بسیارتر امرم که اکنون 3 سالش کلانتر بود. من کس رو گوش میکردم نباشه تماما خونه نمیدرم آدم. شبی دراز من خیلی میگشتم، شبی دراز من خیلی میگشتم در همین درون نماز مخونده و انا برادرم نمیخیل انشاءالله که نما نزدیکی مکه هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مکه بخواه انا با نزدیکیش میریم با مردم دعا میکنیم. باز ما در آب زمزم لازم است
چوی زمزمو از انشالله میریم یک پای میاریم سلامت باشیم انا برادران عزیز قدم این ندیده اینجا را صفا و مرمر میگم از این طرف صفا از این طرف مرمر قدم که ندیده باشم مرحمت تماشا کنم این طرف بیرون بار اومدن شد وقتی بیگاه میشود بیگاه میشد هوا گرم هم باشد که کمتر سالتون ترک میشن بازی ما انشالله اینجا میبریم خدا خواهد آبی زمزم هم اینجا میابیم انشالله نصیب انا برادران عزیز این طرفش اون از طرفی پشتش برادر من خیلی کار میکنم با دقت تماشا کنید انشالله باوری دارم که خداوند شما را نصیب میگردونه و این خونه خود جو خیلی خود هوای خوب داره لیکن بسیار از آدمایی که یکم بار میبید و یک چی نه یک چی میشوند مقصد بعضی آدمایی که در جای خنکی گشتن در گرمی میبیان اول بینیشون خون میبیان انا نفرینه که در گرمی گشتن میان در اینجا که پگودشون برابر میشه و به نفرینه که در خنکی گشتن انامای بسیار پرابلم میشه و بعضی آدم‌ها در الرژی هم بسیار میبرن و بعضی از آدم‌ها شکمدر بسیارتر میشوند به حد شکمدر بسیار میشوند برای که اینجا هوا خیلی گرم است سرد نیست گرم است خیلی گرم است از این صبح به نهایت مای میشوند شکمدر بسیارتر میشن برادر مردم ها بینید چطور نشستن باز ما میریم زاد خانه یکی حبیبی خدا محمد مصطفی سلام و دنیا آمده میبینیم خدا خواه و آب زمزم هم شدگی است برادر бахбашкоро киҷестем бахбашка прокадестам мардум аз инҷо оби замзам гирифтестам оби замзам ҳар дами атрофе ки атрофи машти алҳарама чӣ обе ки бошад оби замзам аст лекин боз баъзе одам дилаш ба чоҳи замзам мекашад ва ҳамин хотир мо ҳамун тараф рафтаистем бисмиллаҳи раҳмони раҳим мо ҳамун тарафи чоҳи замзам рафтаистем ки аз чоҳи замзам бигирем наган ки ай водопровод прикадиёвали аз чоҳ иншаллоҳ аз чоҳ мегирем аз чоҳи замзам об мегирем мерем ҳамин мехостам як бор хона аз ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар он ҷое ки ба дунё омадааст ҳамҷо даром нашуд доим маҳкам аст намедонам аз чӣ сабаб бошад маҳкам мардума бинед аз замин чӣ кар шудаанд мардум занакошитам инта нигаҳ дорам замзамш дар пеши хоб рафта дар инҷо бисёр бахбашкоро мебинем ки тура замзам ва медарем оз мебинем мардум замзам гирифта истодам мо ҳам замзам мегирем ана бародаро
شرپای دما یا چیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آدمو میان اینجا بخواش کن. شروع میکنم میبرم میفروشم. باشگاه خاله خطه. یکی مورا برادرها خواهش کردن که 05 بیو. الان سبب اون اصلی باشه. 05 نیبود. 05 را پر میکنیم بریم. 5 میزنیم. یا که دستون کم میزنیم میبریم. یا 05 نیست هم آوردگی. نمیدونم 0 چندم. بعضی برادرایی که خواهش کردن، بعضی برادرها ما خودمون خواستیم. انشالله که میبریم شما بخواه. اینا برادران دیگه خواسته یاده برادران بعد از دیدن چاه زمزم باز میگردیم به درون مسجد الحرم و پیش سنگ سیاه خدا نصیب کرده باشم. از میریم مسجد میبینیم انشالله. خدا راضی شود. شما تنها این نوا را پدیدی کنید تا که برادران شما، دوستان شما، رفیقان شما ببینن از این جای مختلف. انا برادران انشالله خدا راضی باشه. اینجا میریم. اونجا راهی در آمدن انشالله میدرویم. برای همه شما انشالله که دعاگو هستیم خدا خواهد و باز دوام نوا رو پورتر میکنیم. باز نوا برداری میکنیم تا که برادران مومن و مسلمان برادران ما از چنین جایهای مقدس، چنین جایهای زیبا با خبر شوند. از آب زمزم من از چخیره که دیده ایستاده اید، آب زمزم خورده ایستادن در اینجا. مردم برای یک قطره آب زمزم از کیم کجا میاین و میخوان که آرزو میکنن که در مسجد الحرم اومده آب زمزم بنوشن. من برادران عزیز و همین خاطر ما نوار برداری میکنیم که خداوند امروز همه امکانیت ما را داده است که ما از چاه زمزم آب می‌نوشیم و از مسجد الحرم آب زمزم می‌نوشیم و آرزو میکنیم و دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان شما برادران ما را نصیب گردانند. گرچه ما را خداوند نصیب گردانده است، ما دعاگوی آن هستیم که خداوند باز شما را نصیب گرداند و گذشتگان شما را طریق رحمت شایسته جنت کنه و آینده شما را نصیب اینجا گرداند. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بخشنده مهربان نصیب اینجا گرداند. همه این برادرانی که ما را میبینن میشنون ما را دوست میدارن و خاطر الله خداوند نصیبشون گرداند. انشاءالله ما هم دعاگو هستیم که خداوند شما را نصیب گرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. راست گپ اینجا خیلی و خیلی کلان است و هر که میخواهد که و جای خود رفتار هستن. من هم باشم. سلام علیکم. من هم باشم میخوام که نه بر وقتا در گرد سنگ سیاه برسم و در حق شما دعا کنم. برادران عزیز زنده باشه، صحت سلامت باشه. این نوار با پورگی نوار برداری شده است. خیلی برادران ما با خبر شوند از بهترین جا بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Do'ston aziz, hazri ahli farosat albatta har joyi که ما دار آمدیم کوشش میکنیم که کپشیمون رو دستمون گیریم. برادران عزیز، من در کجا بدم نمیدونم. How I can get to Al-Haram? پرسیدن عیب نیست، بپرسی خیلی خوب میشد با شرطی که با زبان رو دانیم. اگر نه کورکورانه رفتن میگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. من کوشش زیاد کرده هستم که بدر ندارم، اما با فکرم که من وقتی بیرون میدونم هیچ گپ نه. کپچکایی که در دست مای انشاءالله که میگیرم سومکه دا میمونم و حضور دایده میرم میدرم. نمیشه برادرها نبینین چخیل کار میکنم. این پالیسوس دیده، پالیسوس اینش این خیل روچنه پالیسوس. اونا برادرها ما با فکرم راه یافتیم. انشاءالله که میره میدرویم بخواه الحرام. از بردارجان ما دستم کم تپچکم اونم بعد برو. بردارن عزیز و بلو را بینین در کامرا نشون داده ایستاده. محکم است میگه. یکم رسونه و شتا پر شدگه جوی گشتن نیسته. در عمره قاودان بسیار شدگه. من امروز با فکرم نتوانستم که نزد مکه درایم. از حساب پر شدنش برای چیش پر شده باشه. حاضر وقتی نماز میشه انشالله. از همون سبب من نتوانستم که نزد مکه روم، لیکن انشالله من کوشش میکنم که با نزدیکیش روم. من آخه مگذره میریم برای که من وعده دادم با نفرانی که ما خواهش کردن که دعا کن و همون خاطر انشالله که ما میرویم میبینیم مکه را نصیب باشه. بعد دعا میکنیم بخواه بعد میریم انشالله. به نهایت آدم زیاد شده. از کجا واسه خدا آدم به نهایت آدم زیاد هم. وقتی که بچهش میخواد میبینی بعد باورت میده که در حقیقت قدر آدم و قدر آدم از کجا آمد. به نهایت آدم بسیار است. انشاءالله که با بعد نماز خفتن ما حرکت میکنیم، کوشش میکنیم که با دارم رسیم در پیش مکه. بسم الله الرحمن الرحیم. حرکت به سوی خانه خدا انشاءالله. ما کوشش میکنیم که رفته رسیم. برادران اگر یک ماشین را شما را راه ندادن دوی ماشین برای دویم تا راه ندادن سیوم برای سیوم با راه ندادن چهارم برای چهارم با راه نداده پدول برای پدول راه نشد
بیرون بروی انشالله که هر جایی که نماز خونه صدقاً خداوند قبولش میگردن و برای دعا کردن با دوی ماشین هم روی میشه برای که دوی ماشین خیلی کلن است یک ماشین هم که کلن است ماشاءالله است بسم الله الرحمن الرحیم این برادرها در اینجا این قدر کالسکایی که میبینید اینا همشون اینوالید نیستن اینا نفران هستن که خودشون صحت سلامت است اما گشتن کمی قینی میکنن و با کالسکا طواف میکنن پول میتین با کالسکا طواف میکنن رهبالت ما چنین گفت که وقتی فرضی میشود حتی با ورتالیات در گرد مکه 7 کروکشور میگردن طواف میکنن این طواف کردن فرق نداره تو پیاده میره سواره میره با اسب میره با خر میره با ماشین میره با تانکه میره یا با سمالیات ورتالیات فرقش نیست بسم الله الرحمن الرحیم صحت سلامت باشن برادران ما ها از همونجا باید پیام شد لیکن ما پیش اینجا رسیدم باید یک ما پیام باشم برای همین حوضه کمتر میکوبیم اینجا در راه هست که ما یک تا پیام کنیم آب گرفتم سونکه پری آب است خیلی وزنی سلامت باشن برادران عزیز این همون جای مقدسی است که همگان آرزو میکنن همگان شبانه روز آرزو میکنن و پول را جمع میکنن سالهای دراز چندین سالا پول جمع میکنن پول حلال که خدا به اینجا برسونن ماشاءالله نفرانه که و اینجا میبیان انشالله که و یا میمان های خداوند است و خداوند آنها را اینجا دعوت کرده و خیلی خوب است که اینجا بیایی بهترین است خداوند همه شما را نصیب گرداند شخصا من بسیارتر آرزو میکنم که دوستانی من در اینجا در قطار دیگران راه بگردم نماز بخونم به نهایت شاد میکند مرا وقتی که یک برادری من حج میدهد و ما خبردار میشن که برادر ما حج رفته ماشاءالله خیلی کار خوب است خیلی ما خرسند میشن امروز که خداوند ما را نصیب گردانده است ما آرزو میکنیم که خداوند دیگران را نصیب گرداند آب زمزم از اینجا میکنم لیکن بسیارتر باید برم که نفرمه که میخوان آب زمزم بخورم اونقدر وقت زیادی نمیروه رفته از چای آب زمزم خوره چای آب زمزم نسبت این آبایی که در اینجا گذاشته است
خیلی و خیلی گرم است. پیش از خوردن با ما گفته بودن که از چاه آب خوردن نمیتوانه، خیلی و خیلی خنک است. بعدا ما از چاه آب خوردیم و فهمیدیم که چاه خیلی و خیلی گرم است نسبت اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. من میستیم خدا خواهد نماز میخونیم انشاءالله. بعدا خدا روز باشه میرویم با نزد مکه انشاءالله یا نصیب. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا برادران عزیز با دعا باشید شکرانه خدا. اینا خداوند بعد از چند ساعت نصیب نصیب برگردیم همینجا رسیم. خدا نصیب گردون که ما همینجا را اومده بینیم. اینا همراه ما شما را خدا نصیب گردون. برکتون با خدا بعد باز چخ میکنیم انشاءالله. برادران عزیز سلامت باشین. بعد از برآمدن از پیش مکه میگذاریم انشاءالله به طرف اتوبوس میریم. جایی که اتوبوس رو من میکنم با اونجا میریم. اینجا آب زمزم هست. هر گوشه و کناری که هست در اینجا آب زمزم گذاشتگی هم برای حاجی ها. اما بسیار نفران میخواهند که از چاه زمزم آب خورم به خاطر که یک بار چاه را ببینن. شخصا وقتی ما اومدم آب زمزم گفتن در هر گوشه و کنار. من قریب که از بسیار جایهای اینجا آب نوشیدم. اما در دلم بود که من باید روم از چاه زمزم نوشم. با همراه برادران که در رفیق بودن رفتم چاه سیر کردم و از چاه آب نوشیدم. من همیشه برادران خدا شما را نصیب گردونه. من از کجا برما باشم فرقش نیست از کجایی که برماده باشم. انشاءالله یکم اتوبوس تاکسی میشینم میرم. نماز خوبتن نخواندیم انشاءالله طرفش بخیر است. با سحر خدا خواهد همینجا. بسیار آدم ها برای طواف کردن یک بار سحر، یک بار عبید، یک بار بیگه. یکی که میاین سحر بیگه خونه میرن، یکی که میاین بیگه سحر خونه میرن. شب میستن طواف میکنن، ذکر میکنن. ماشاءالله بهترین است در اینجا وقتی که شما با نیت ذکر میبرید، با نیت طواف میبرید، بهترین است. خدا همتون نگهبان باشه برادران عزیز. زنده باشین. این است خیلی نوار ما هر چقدر که توانستیم برای شما نوار گرفتیم تا که شما با خبر شاید از این جای مقدس. خدا همه شما را نگهبان باشه.